دوستان عزیز از دور نشون میتونم پلک‌های تربوز در قبادیان رو. انا این نسل نوراس، دهقان‌های نسل نوراس. این پلکی دهقان‌ها باز چی نشون میتونم به شما مهنتی در اینجا کردن در این گرمی 45 این 45 حوزه شد. یا هفته دو هفته پیش 50 درجه بود. با این گرمی نگاه نکردن اینها مهنت کردن. دوستان عزیز همه این من دوای همو هوا رو درجه هوا رو برای چی تکرارا گپ میزنم. ما باید دونیم که دهقان در کدام شرایط رنج میبرد، مهنت میکند، رنج میبرد برای ما و شما، دسترخوان ما و شما پر شدن، شکم خلق سر شدن کارها رو انجام میدهد. آن دوستان عزیز آمدیم نزد دهقان‌های اصیل. السلام علیکم. دهقان‌های اصیل چه خبر؟ شما نقض درسته؟ حسن بوی پهلوان از شورتوغای. سنت پهلوان از شورتوغای. کنی گپ زنید جور حسن؟ دهقان‌ها چه خبر امسال؟ شکر ساستین. تربوزا با پختن کی تار میشد؟ همین یا 5-6 روز دیگه یا هفته دیگه ده. یا هفته پس بیاید ماشین قطار شوند. میشه یک شما نیست تو اینجا هم همین ده ها و قشلاق همش پر تربوزه یا؟ دیگه تیار میشه. یا 100 گکتار بودگیست؟ هسته او. تربوزا امسال چقدر شده است؟ کنی که درباره تربوزا هم تربوزا شما است؟ تربوزا او این همین رفیقای خدا خواهی یک هفته پس به فروش میبرید درست؟ نصیب میشه. برکت یاد خدا شما ده. کی شنوندگی بوده؟ 21 مای بودم. 21 مای. امروز چند روز شد؟ 74 روز شد. دیدید بیچاره دهقان حساب میکند که کی و پول کار کند. کنی اینجا شو چند تا تربوز در همینجا؟ اینجا حسن باید حساب کن. یک تا، دو تا، سه تا، چهار تا، 5 تا. 5 تا در نیم متر کوادراتی. خدا برکتش دهد. اینجا یک تا، دو تا، سه تا، 4 تا. کنی اینو شو هم 4 تا؟ یک، دو تا، سه، 4، 5 تا، 6 تا. اینجا بیو کنی حساب کن. در هر یک 2 متر. 1 2 3 4 5 6 7 تا. برکه یابی. حسن جوره جان خدا خواهد یک هفته پس اینجا ماشینا قطار میشن. فقط کارو پلکچینی میشود. پول گرفته کیسه زدی بعد میگی که مهنت راحت کردم درست؟ بله. انا کو اینجا حساب کن. 1 2 3 4 اینجا ببینیم. هر یک 2 متر ده. 1 2 3 4 5 برکلا بود پشتشو با مایده کرده استاد است ها؟ 6 تا. 1 2 3 4 5 6 تا ها. دوستان عزیز خیلی برای پلکچه ها، برای تربوز پرور ها، برای من حسن پهلوان از شورتوغا یک لایک مونید، در حقش یک دعا کنیم که این خیلی تربوز ها رو با ما پرورش کرده است. تربوز هاش قم برین شیرین شده است. امروز ما یک تا تربوز خوردیم از همین پلک ها، قم برین شیرین. در پناه خدا باشد، خدا نگهبان شما باشد. دوستان عزیز من های پادپیسات کنید، یک لایک کنید. میبینیم قیند است، دشوار است، آسان است لایک مونی.